بهترین قصه خوب گوش اندازید برادران عزیز. ابوطلحه رضی الله عنه پسر بیماری داشت. چون سحر ابوطلحه از خانه بیرون برآمد، پسرش وفات کرد. وقتی که بگاه برگشت، پرسان شد که پسرم چه حال دارد؟ سلیم همسرش بود و گفت از حال پیشترش خوبتر گردیده است. زن در حال خوراک بیگاه را پیشکش شوهر نمود و وی تناول کرد. سپس شوهر با او همبستری نموده. چون شوهر از این کار فارغ شد، همسرش با او خطاب نموده چنین گفت: ای ابوطلحه، قوم امانت گرفتند و چند مدت امانت مذکور در نزدشان بود. صاحب امانت با فرستادن نماینده امانت را طلب کرده و گرفت. آیا این قومی که چند مدت امانت را نگاه و بین کردند حق دارند که جزع و فزع و یا داد و فریاد بکنند؟ ابوطلحه گفت نه. پس زن گفت این طور که باشد در حقیقت پسر دنیا را پدرود گفته است. ابوطلحه حیران شد و گفت حالا او در کجاست؟ انا اینجا در زیر چادر است، گفت زن. پس پدر نقاب از روی فرزند کشید و انا لله و انا الیه راجعون گفت. وقتی که سحر شد، نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت و او را از گفتار و کردار سلیم قصه نمود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند برایتان در شب گذشته‌تان برکت دهد. همین بود که سلیم حامله شد. سفیان یکی از راویان میگوید که مرد از انصار گفت من 9 فرزند آنها را دیدم که همه آنها قرآن خوان بودند. عجب چه حکمت و خرد بزرگ داشته است سلیم. هیچ خبر از این بدتر نیست که پدر را از مرگ پسر خبر دهی. واقعا این گونه خبرها تأثیر بد و ضربه سخت بر پدر وارد می سازد. چون این خبر جگرسوز را ابوطلحه با رضایتمندی و تسلیم به قضا و قدر الهی قبول نمود. سببگار این گونه قلب نمودن خبر مرگ پسر کی بود؟ بیشک و شبهه همسرش سلیم. اولین سوالی که شوهرش وقتی بازگشت به او پرسان نموده بود از پسرش بود که پسرم چه حال دارد؟ آیا با فکرتان سلیم برایش میگفت که پسرت مرده است؟ سلیم حکیمانه و خردمندانه شوهر خسته و افسرده خود را در حال از این خبر بد آگاه نساخت، ولی برایش دروغ هم نگفت. پس چی گفت؟ در حقیقت چنین پاسخ داد که پسرت از حال پیشترش خوبتر و آرامتر شده است. یک جواب خردمندانه و ادیبانه است که او را به حال پسرش خاطر جمع و آسوده می‌گرداند، به آنکه او در جواب خود به شوهرش دروغ گفته باشد، زیرا که واقعا پسرش با سبب مرگ از حال پیشترش آرامتر گردیده است. سپس می‌بینیم که پیش از رسیدن خبر اول خوراک بیگاه روزیش را پیشکش می‌نماید که اگر پیش از طعام او را از مرگ پسرش خبر می‌داد، هرگز خوراک از گلویش نمی‌گذشت. با این هم اختطاف نکرده، باز غرایز شهوانی او را اجابت نموده با وی همخوابه شد. در حقیقت اکنون شوهر آماده شد که خبر اندوهگین را قبول نماید. همین وقت هم یک و یک باره نه، بلکه نخست در آغاز خبر یک مقدمه برایش آماده ساخت که ایمان او را به قضا و قدر الله تعالی و تسلیم شدن در برابر آن تجدید و تحکیم میبخشید که آن با چنین پرسش شروع میشد: آیا مردمی که امانتبان دیگران هستند حق دارند که وقتی ستانیدن صاحب امانت خود را جزع و فزع و داد و فریاد بکنند؟ وقتی که ابوطلحه گفت نه، پس او را از مرگ پسرش خبر داد، زیرا پسرش امانت از جانب الله تعالی بود و خداوند امانتش را باز پس گرفت. چگونه شوهرت را خوشبخت می‌سازیم؟ دوستان عزیز، اینک رسیدیم به انجام این نوار. تا نوارهای دیگر، خداحافظ.